الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. استاد محترم محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان، رهبریت محترم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مهمانان و نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی، رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی، تحلیلگران و ژورنالیستان و پدران و مادران و برادران و خواهران اعضا و جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکایک شما را به قرارگاه مرکزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیر مقدم میگویم. خوش آمدید، نور دیده، تاج سر. و برای اینکه از دور و نزدیک به اینجا قدم رنجه کرده آمده اید، منتداری خود و منتداری همکارهایم را به شما می رسانم. همچنین به مناسبت روز فرخنده، روز وحدت که با خون شهدا و با صدها مشکل به دست آمده است، تبریک و تهنیت گفته از درگاه خداوند برای همه شما عمر دراز، تنی صحت، زندگی آرام و برای کشوری عزیزمان آرامی و تنجی و رشد و ترقی آرزومندم. به خاطر پرنور و متبرک ساختن محفلمان از قاری محترم بلال الدین غیروف خواهش می نمایم که به منبر آمده چند آیات از کلام الله را به سمع ما و شما برساند. فرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يهدون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظیم. بار دیگر همه شما استادان، برادران، مهمانان را به قرارگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیر مقدم میگویم و به این مناسبت روز وحدت بار دیگر همه شما را تبریک میگویم. الها همیشه شاد و خرم باشید و الها کشوری عزیزمان تاجیکستان آرام و تنج همیشه باشد. میگویند نشست هایی که در آن یاران و دوستان جمع می شوند، از دور و نزدیک و یکدیگر را می بینند، بهترین نعمت است و غنیمت است، باید از اون بهترین استفاده کرد. شاعر میگوید هیچ شادی نیست اندر این جهان، بهتر ز دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست بر دل تلختر، از فراق دوستانی پرهنر. لازم به یادآوری است که در محفل ما فعلا سفیر محترم آلمان جناب خلگر گرین و همچنین سفیر محترم یاپونیا جناب تاکاشی کامادا و همچنین نمایندگان کشورهای ترکیه و قزاقستان و دیگر کشورها شرکت دارند
ما همچنین آنها را خیر مقدم میگوییم. Our honorable guest, you are most welcome. We are very happy to see you in our gathering. Thanks a lot for coming. برادران عزیز و خواهران گرامی، چنانه که می‌دانید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ماه ایون را ماه تحکیم صلح و وحدت اعلان نموده است و ما امروز با وجود فشارها و تعقیبها و با وجود محدودیتها می‌خواهیم که این محفلمان محفلی برادرانه، محفلی عیدانه و جشنی باشد. در صلح و وحدت قوت است و در پراکندگی خواری و ذلیلی. محمد اقبال لاهوری با زبان اردو یک شعر خوب درباره وحدت دارد، میگوید و انشاءالله که به اردو است، اگر شما هم توجه بتید انشاءالله که خواهید فهمید. میگوید فرد قائم ربط ملت سے ہے تنها کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. به این معنی است که قوتی فرد هر کسی باشد با علاقه خوب با جمعیت و با مردم است و با تنهایی هیچ است، مثل که موج در داخل دریا هست و بیرون دریا یگان جوش و خروش نیست. سخن را به درازا نمی کشم، فقط میخواهم یک صورت عمومی از برنامه را داشته باشیم. صحبت اول از آن پروفسور ابراهیم عثمانوف می باشد، عضو کمیسیون آشتی ملی، دکتر علم‌های تاریخ، سیاستمدار و ژورنالیست. سخن دوم به جناب فیض‌الدین امام شاه محمدویچ، عضو زیر کمیسیون عاید به حقوق در کمیسیون آشتی ملی و یکی از فعالان جامعه شهروندی، و بعد اون نوبت به جلال‌الدین محمود، مشاور رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم رئیس کمیسیون نظارت به آتش بس، و سپس انشاءالله یک نوار 15 دقیقه‌ای که همکارانم آماده کرده اند اون را یک جای انشاءالله در همین جا تماشا خواهیم کرد. و بعد نوار انشاءالله نوبت به خانم معلمه آینی‌حال بابا نظر و یکی از فعالان جامعه شهروندی، حقوق شناس، نامزد به مقام ریاست جمهوری از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته و حالا رئیس فوند پرسپکتیو پلوس. و ششم بعد معلمه جناب امیربک عطابک، عضو کمیسیون آشتی ملی و سابق رهبر سازمان علی بدخشان که عضو اتحادی نیروهای اپوزیسیون بود، او صحبت خواهد کرد. و بعد او انشاءالله شاکرجان حکیم معاون حزب سوسیال دموکرات صحبت خواهد کرد. و بعد سخنهای تبریکی از بزرگان رهبران حزب و سفیران خواهد بود و بعد سخنهای تبریکی صحبت جنبستی از آن رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان استاد محی‌الدین کبیری می باشد و بعد اون دعای می باشد. و فعلا صحبت را به پروفسور ابراهیم عثمانوف، عضو کمیسیون آشتی ملی، دکتر علم‌های تاریخ، سیاستمدار و ژورنالیستی معروف کشور می دهم. فرمایید استاد. سلام علیکم. همه شما را حاضرین محترم، هم تاجیکان را، هم تاجیکستانی ها را، هم مهمان تاجیکستان را، همه دوستان خارج را به افتخار بزرگترین عید ملت تاجیک، عید وحدت، روز وحدت تبریک میگویم. بزرگترین برای آن که این محض همین عید، همین روز یک دفعه دیگر نشان داد که با همه سختی، با همه دشواری در کشور ما نیروهای موجودند، شخصیت‌های موجودند، آدمان موجودند که راه راستی را، راه دوستی را، راه حقیقت را، راه همکاری را، همدلی را سراغ می‌کنند و این عید ثمره مهنت آنهاست. این عید بزرگ است، زیرا تا رسیدن به این روز هزارها نفر جوانان ما، هموطنان ما، مرد و زن، پیر و برنا قربان شدند. قسم زیادی از آنها در
بیرون از خاک وطن از دنیا رفتند، در آنجا مزار خود را، خانه آخرت خود را بیرون از تاجیکستان پیدا کردند. ولی این روز، روز وحدت، امکانیت داشت که باز ما در وطن خود، در خاندان خود زندگی کنیم، با خاندان خود باشیم. عید وحدت برای ما چیزی دیگر داشت. مردم تاجیک را از دربدری و گریزگی نجات داد، به وطنش باز آورد، زمینش را باز گرداند. گرچه امروز بیرون از وطن صدها هزار آدمان کار میکنند، ولی آنها گریزه نیستند، آنها بی وطن نیستند، آنها جزء این وطنند. آنها در درد و عذاب و مشقت یا در خرسندی و راحت این مملکت و این خلق شریکند. برای این خلق از خارج، از جای دیگر روزی می آورند و این به هر حال نشانی آن است که ما از گریزگی، از دربدری رها یافتیم و به وطن یگانه خود متحد شدیم. این وحدت است. برای همین هم این روز برای ما روز عید است. برای وحدت نیروهای گوناگون تاجیکستان مبارزه بردند. ما از بس که از خلقهای بیدارتری شوروی بودیم، در اواخر سالهای 80 شاید اولین شده بیدار شدیم، شاید اولین شده برای امتیازهای ملی، امتیازهای مذهبی، امتیازهای دموکراتی خود مبارزه بردیم و شاید از همین سبب ما بیشتر از دیگران به ورطه ماجرای داخلی گرفتار شدیم که این ماجرا ما را خیلی به خطایی‌های بسیار بود. مملکت ما را به مملکتی از پیشرفته اون زمان به یک دولت نسبتاً عقب مانده ترین این زمان تبدیل داد. حتی ایمیج ملت ما بیرون از خاک تاجیکستان تغییر یافت، خیلی سخت تغییر یافت و نه به منفیت ما تغییر یافت. و در این جنگی که، در این تلاش هایی که در این سالها بودند، نیروهای سالم حقیقتاً روز زدند، نیروهای سالم خلق را متحد کردند. من در بین این نیروها میتوانم هم از نمایندگان دولت تاجیکستان، هم از نمایندگان نیروهایی که در مقابل حکومت آنوزی تاجیکستان قرار داشتند شخصیت ها را نام برم. و البته در این نوبت در جای اول از سردار دولت تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان، از رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک استاد سید عبدالله نوری، از پیروانی که همراه اینها و در کمر اینها برای صلح مبارزه کردند یاد آوردن لازم است. متاسفانه قسم زیادی از اون آدم ها امروز همراه ما نیستند، ولی روح و کار آنها همراه ما هستند. گاهی میپرسند این صلحی که ما امروز داریم چی صلح است؟ آیا صلح است؟ آیا آشتی است؟ آیا وحدت است؟ چون ما همه در این مملکت زندگی میکنیم، به این یا آن حد امکانیت زندگی کردن داریم، به این یا آن حد به همدیگر رفت و آمد کردن داریم، به این یا آن حد روزگار خود را پیش برده میتوانیم. این صلح است، این وحدت است. این راه به صلح، راه به وحدت یا نمونه از صلح و نمونه از وحدت است. شاید چیزهایی هستند که در این هنوز ما پر حل نکردیم، ولی امید به آن میکنیم که روز به روز باید چیزهای نیک بالاتر پیدا شوند، روشن‌تر شوند و چیزهایی که مخالفت این چیزهای نیک هستند عقب افتند و نابودتر شوند. من امید میکنم که سالی دیگر در روز وحدت امکانیت و سخنرانی ما بالاتر و بقوتر باشد تا ما احساس کنیم که در یک سال دیگری هم که میگذرد وحدت ما مستحکم شده است. عید مبارک برادران عزیز. سلامت باشید استاد محترم برای سخنهای پرمحتوا. و لازم به یادآوری است که همچنین نماینده سفارت امریکا هم در اینجا حضور دارد، آن را هم خیر مقدم میگوییم. سخن نوبتی به فیض‌الدین امام و شاه محمدویچ عضو زیرکمیسیه عاید به حقوق در کمیسیه آشتی ملی و یکی از فعالان جامعه شهروندی. بسم تعالی. سلام علیکم و رحمت الله. برادران و دوستان نهایت هم گرامی، شما را با مناسبت روز عید وحدت تبریک و مبارکباد میگویم و از خداوند آرزو دارم که همه ما شخصیت هایی که به همین کلمه وحدت اینجا هست
صادق باشیم. من همچون اعضای کمیسیه آشتی ملی در زیر کمیسیه حقوق زیاده از 2 سال فعالیت کردم. البته اون چیزی که در دوره مذاکرات روی کاغذ آورده بودن و سندهای به امضا رسیده بودن، وظیفه ما کاملا تصدیق کردن و عملی کردن آنها بود. شاید بعضی عامل‌ها تاثیر رساندن و ما نتونستیم اون را کاملا تصدیق کنیم، عملی کنیم. لیکن چند جاهای هستن که اونا رو شما همتون باوری دارم که خوبتر میدونیم، من فقط شما رو یادرس میکنم که روز 11 دکبر سال 1996 رو هیچ کس باید فراموش نکنه. اون روزی بود که اصلا همه کار از اونجا جریان گرفت. روزی بود که سرور دولت قطعی راهبری اتحاد نیروهای اپوزیسیون استاد مرحوم ما که به نهایت گرامی است خدا رحمت کنه، همون رو واخری کردن با دستگیری استاد ربانی خدا رحمتی و احمد شاه مسعود. از همون روز جریان اساسی صلح ما همچنان که در سیاست کار میکردم شروع شده بود. پیشتر زحمت ها زیاد بود که اونجا اوجی با وجود اومدن اون شد. بعد از اون صلاحیت های کمیسیه آشتی ملی 23 دکبر سال 96 به امضا رسیدن. بعد از اون انا سندی خب استقرار صلح و وزارت ملی در شهر مسکو به امضا رسید و ما در اونجا همچون اعضای کمیسیه آشتی ملی اشتراک کردیم و سند اولی که ما قبول کرده بودیم سند اشتراک کنندگان مقاومت سیاسی و نظامی در تاجیکستان بود. همچون اونجا در اون عوف یمونا بود، در اون عوف من که همچون حقوقشناس اشتراک میکردم تاجیک ما روی خط داشتیم، زیاده از 900 نفر ما اونجا روی خط کردیم و قسمت آنها با آزادی برآمدن، قسمتشان همونجا از دنیا گذشتن و قسمت شاید حالی هم باقی باشن. این چیز رو من خاطر رسان کردن نمیتونم، چونکه اون سنده که عوفی که ما قبول کرده بودیم کاملا به جا نرسیده بود. دیگر چیزی که ما اونجا قبول کردیم یک سند به حد نهایت عجیب بود که در اونجا استاد عبدالنبی ستارزاده ابراهیم کنجی اشتراک می‌کردن. برای هر یک جمله ساختن او ما خیلی بحث‌های زیاد کردیم، برکشیدیم، جابجا کردیم. سند همدیگر بخشی بود. افسوس که ما همدیگر بخشی عذر می‌خوام همون در سند مونده، 10-20% اگر عملی باشه دیگه‌اش نیست. پس کلمه وحدت پس می‌گردیم. ما وحدت معنی است که من تو را احترام می‌کنم، تو من احترام کن. من قانون رعایت می‌کنم، تو هم قانون رعایت کن. اگر جامعه را پیش می‌برده باشیم ما با همدیگر در یک کشتی سواریم و این جامعه را به یک جای برسونیم. اگر ما رعایت نکردیم کشتی ما دائم در خطری غرق است. البته من چند جای گفتگی زیادم دارم، میخوام وقت شما را بسیار نگیرم. علام‌آور است که از سال 97 که 1 آگوست 1997 که ما جنگ به آخر رسید تا امروزه من همچنان هم اقتصادی هم حقوقشناس پیشروی ندیدم که ما در بین دیگر ملت‌های آسیای میانه یا مرکزی دیگر جو افتخار کرده بتونیم. و چیزی که ابراهیم کنجی گفت آرزو میکنم که همه آدم‌ها عقیده را به خود بگیرن، سال آینده یک دستاورد بیاریم که در بین دیگه ها افتخار کرده بتونیم. بار دیگر همتون رو تبریک میگویم و از خداوند متعال آرزو میکنم که همه تو جانب عدالت، روی عدالت فقط برای رضای خدا و ملت باشه، نه برای نفس قلا و قلابازی. تشکر زیاد. تشکر استاد محترم. و فعلا صحبت نوبتی به جناب جلال‌الدین محمود مشاور رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم رئیس کمیسیه نظارت به آتش بس فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضرین گرامی، خب منم از فرصت استفاده نموده یک و یک شما را و در شخص شما خاندان و دیگر یار و رفیقان شما را به مناسبت روز وحدت یا آشتی ملی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
و از خداوند منان دعا میکنیم که صلح ما صلح دائمی و بی بازگشت باشد. خب این چنین از فرصت استفاده کنیم و نفرانی رو که برای به این روز رسیدن جرم شهادت نوشیدن اونها را هم یکایک یاد کنیم و در رأس آنها رهبری اتحاد نیروهای اپوزیسیون و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد سعید عبدالله نوری را یاد کنیم، چون زحمت‌های زیاد داشتند تا به این روز رسیدن ما و شما. خب چون حزب نهضت ماه را ماه تحکیم وحدت اعلان کرده است، خب دیگر ما هم باید از پهلوهای تحکیم وحدت چیزی بگیم. خب صلحی که امروز داریم یا که تا امروز ادامه داره، البته دارد جای افتخارم داره، جای گله هم داره، جای شکایت هم داره، کمبودی ها هم داره. با وجود همه این، خب آیت است در قرآن که صلح بهترین چیز است. از صلح همیشه خیر به دست میاد. صلح یگان پهلوی شر و بدی نداره. خب یک مشکلات اساسی ما همین است که خب چون صلح افتخار دارد، در تقسیم کردن همین افتخار مشکل داریم که همین افتخار مال کی باشه. نتونستیم که بگیم که مال همه ملت و همه طرف ها هست. یک طرفه میخوایم که افتخار رو به دست بیاریم یا که تنگ نظری میکنیم در این افتخارات. مشکلات اساسی هم همین است و تا به این روز رسیدن یا تا به صلح رسیدن هیئت‌های زیادی کار کرده بودن. ما میتونیم که از هیئت مذاکره کننده ها یاد کنیم که خیلی زحمت کشیدن. بعدتر یک هیئت کمیسیون آتش بس بود از هر دو طرف. بعدتر هیئت کمیسیون آشتی ملی بود. در اصل اینا راهبرای این هیئت ها بودن. خب از همشون امروز کوشش کنیم که قدردانی کنیم و همشون به نیکی یاد کنیم و اونا هم زیادتر نسبت به دیگرها وارد صحنه شوند و برای صلحی که به دست آمدن محنت کرده بودن کوشش کنن که با مقاله هاشون، با قلم هاشون، با صداهای خودشون و هر امکاناتی که دارن مراجعت کنن، کوشش کنن که وحدتی به دست آوردهشون از دست نروند. و همون وقتی که پروتکل نهایی امضا شد اعلان کرده بودیم که صلح به بازگشت صلح تاجیکستان. خب کوشش کنیم که بازگشت نداشته باشه دیگر، صلح دائمی باقی مونه. خب مشکل دیگر ما همین است که ما نتونستیم ملت بفهمونیم که فلسفه و منطق و حکمت صلح چیه. خب همین صلح میگیم، لیکن صلح به خودش خیلی لوازمات داره، چیزهایی داره که یه صلح کننده بود اونها را عهد داشته باشه، لازم بدونه به خودش برای ادامه دادن. خب از صلح هیچی نمیدونیم. همچنان که مثلا نماز بگن، از نماز ما باید چند چیزهایی را بدونیم که نماز چی را در بر میگیره، چرا نماز میخونیم. خب صلح هم پهلوهای گوناگون داره که کوشش کشف کردن اونو نداریم، کوشش نکرده ایستادیم که اونو به ملت بفهمونیم که خب صلح که شد نمیشه یک کلمه خشک خالی باشه. خب دیگر همین که صلح در اصطلاح مصالحه استفاده میشه. خب وقتی که صلح شده است معلوم است که دو طرف داره. اگر صلح یک طرفه باشه یک نمودی صلح تحمیلی است، طرف دیگر میخواست نمیخواست او تحمیل کرده بودن. این مصالحه از طرف دیگر داره، طرف دیگر هم حق داره، طرف دیگر هم افتخار داره. خب دیگه هر چی که هست باید که او را درست تقسیم کرده بتونیم. خب طرف دیگری صلح که اتحاد نیروی اپوزیسیون بود یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رأس آنها بود، خب برای صلح کردن قدرت داشت، برای صلح کردن توانایی داشت، منطق داشت. این خیلی نبود که از ضعفش صلح کرده باشه و از ناتوانی و از ناچاری، همچنان که امروز قلمداد کرده ایستادن. با همه قدرت، با همه توانایی صلح کرده بود. خود صلح هم کاری آسان نیست. شخص قدرتمند صلح میکنه، کسی که نفسش میتونه که سرکوب کنه، کسی میتونه که خواهشات نفسش سرکوب کنه، کسی میتونه که خب بعضی چیزهایی که بالاش تحمیل شده افکار و
بعضی ایده های دیگر رو اونها را سرکوب کنه و به این خوب روز برسه. و طرف دیگر صلح همون قدرت هنوز هم داره، همون قدرتی تحمل شه، همون قدرتی درک و فهم و ادراک و خب همون قدرتی تطبیق کردن صلح. بنابراین در این روز بار دیگر از همه جانبداران صلح و کسانی که از صلح استفاده میکنن خواهش میکنیم که خب هماهنگ شوند با خب اون چیزی که حزب نهضت اعلان کرده است، ماه تحکیم صلح. خب در دیگر خواهش های حزب نهضت هم بود که ماه دوم ماه رمضان هم به مناسبت صلح ماه تحکیم وحدت و صلح اعلان شود. خب انشاءالله که خب ما صادقیم به همون صلح کردگیمون، با وجود همه مشکلات صلح به بازگشت نگه می‌داریم. سلامت باشید. تشکر زیاد. نوبت به همون یک نواری که وعده کرده بودیم که 15 دقیقه است، دوستان ما همکارانمون آماده کردن، نوبت به اون است. انشاءالله یک جای تماشا میکنیم. نام آن که هستی از او آغاز یافت و انسان را اشرف مخلوقات خواند. سپاس آن ذات را که دستوراتش مایه وحدت انسانیت و رسولانش پیام آور وحدت بشریتند. اینک 17مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و وحدت ملی را با هم جشن می‌گیریم. سازشنامه‌ای که در تاریخ معاصر کشورمان با خط زرین نوشته خواهد شد. اما در چند سال اخیر به نظر می رسد که این وحدت و صلح کم رنگ تر شده است و برخی دایره های منفعت جو این دستاورد مهم را به ارزش جلوه دادنی هستند. نهضت اسلامی همچون یک جانب صلح از زمان امضای این سند آن را همچون یک پیمان مقدس پذیرفت و تا آخرین لحظه ها آن را حفظ نمود و خواهد کرد. به خاطر یادآوری گوشه‌های از تاریخ معاصر کشورمان باید ذکر نمایم که از آغاز درگیری‌های داخلی رهبریت حزب نهضت اسلامی به فکر صلح و آرامی وطن بودند و برای برقراری آن شهیدان زیاد را تقدیم نمودند. دلیل اصلی این گفته آن است که بعد از میدان نشینی‌ها در اوایل دهه 90 رهبران میدان آزادی سنگک سفرو و رستم عبدالرحیم به دست نیروهای میدان شهیدان اسیر افتیدند. به خاطر برقراری صلح و وحدت رهبریت نهضت اسلامی با مشکل‌های زیاد توانستند آنها را از دست نیروهای احساسی و جوانان به تجربه رها نمایند. بعداً رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سابق ولایت کولاب شهید محمد لایق هر دوی آنها را با ماشین شخصیش به خاطر صلح و وحدت تا به کولاب برده رسانید. شهید محمد لایق تمام خطرات را به جان خرید تا این دو نفر سالم به مقصد برسند و پیش راه خونریزی گرفته شود. اما بعد رسیدن به کولاب او را زندانی نمودند و بعداً به شهادت رسید. در واقع محمد لایق اولین شهید راه صلح بود و نهضت از اولین روزهای آغاز ناآرامی‌ها برای صلح تلاش نموده است. اگرچه این تلاش ها خیلی طول کشیده باشند هم خدا را شکر میگویم که به نتیجه نمانده اند. بالاخره بعد تلاش های زیاد دو طرف ملت از خطر نیستی رها یافت و عقل سالم بر دیو خشم غالب آمد. صلح در کشور برقرار گردید. پشتی ملی که به دست آمده است هم برای مردم
ملت تاجیک برای شهروندان تاجیکستان، صرف نظر از آن که از کدام ملت هستند، یک هدیه مقدس و نعمت بزرگی است از جانب خداوند که برامون ارزانی شده است. باید همه با هم دوش به دوش یکدیگر بیستیم و این آشتی ملی را که اساسی نجات ملت و کشورمان است باید که حفظ کنیم، از آن قدردانی کنیم. آن چیزی که ما پای قریب شده 3 سال که گفته شنید داشتیم، آن چیزی که به امضا رسیده بود دایر به همه این موضوعات صحبت داشتیم و ما هر دو به یک اتفاق رسیدیم که از چی شروع میکنیم وزینه به زینه به کدام چی باید برسیم. همه آن مقصدهایی که ما داریم برای وحدت و احیای تاجیکستان ما یک هستیم. انشاءالله اون چیزا هم دایر موضوع ما اتفاق میرسیم، گفتشنی داشتیم، صحبت داشتیم. در اصارات یک جایی ما آمده است که در آینده ما یک جایه به مقابل قوه هایی که ضد شرطنامه صلح و صلاح در تاجیکستان است یک جای مبارزه میبریم. واقعا دستاوردی که امروز هر یک تاجیکستانی اگر بخواهد که بگوید به ملت چی کردی، تنها از صلح زیاد چیزی زیادی گفته نمیتوند، زیرا حالا برای ملت هیچ کس کاری خوب جز این صلح نکرده است. ما میتوانیم بگیم که این صلح دستاورد زیاد هم داشته باشد، ولی دستاوردهای اساسی آن این همین تنگی و آرامی است. همه دیگر وظیفه ها، مسئولیت ها، وزارتخانه ها و دیگر چیزها اینها از بین میروند. اینا موقتی هستند. یک از امروز وزیر هست فردا نیست، یک از امروز منصب داره فردا نداره. ولی صلح که به دست آوردیم این باقی میماند. بله ما را میگویند که اپوزیسیا سهم خودش نتونست بگیرن، یعنی واقعا هم خیلی بود. ما از مقامات تنها از مقامات عالی کشور 251 مقام را باید میگرفتیم و همگی 46 مقام و ممکن بعد 3 مقام دیگر 49 مقام گرفته باشیم. خیلی فایدی کم هستیم، حتی 2-3% حقوق خود را نگرفتیم. ولی به خاطر چی؟ به خاطر همین آرامی، به خاطر همین صلح، به خاطر همین امنیت گذشت کردیم. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحبه و ترضى. خداوندا خوشی‌های دنیا و آخرت را برای این مردم و برای تمام مردم تاجیکستان نصیب بگردان برحمتک. سند همدیگر بخشی. به نام وطنمان جمهوری تاجیکستان، وارث معنوی و اخلاقی سرزمین تاریخی تاجیکان، برای احیا و شکوفایی کشور محبوبمان، یگانگی و تمامیت ارضی، استقلالیت و آزادی آن، به یاد شهیدان و روح پاکشان، به پاس خاطر قربانیان زمان مخالفت و مقاومت و مبارزه های مسلحانه، به خاطر تسکین دل یتیمان و بیوگان، پدران و مادران و همه آنانی که عزیزانشان را از دست داده اند، با در نظر داشت اراده مردم به صلح و آشتی ملی، با درک مسئولیت تاریخی خود به گذشته، امروز و آینده سرزمین باستانی امان، با احترام حق و حقوق و آزادی های هر فرد آن، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کمیسیه آشتی ملی این سند همدیگر بخشی را قبول و اعلان می نمایند. ما همه آنان را که در زمان جنگ و مقاومت سیاسی سلاح به دست گرفتند و مقابل همدیگر جنگیدند عفو میکنیم. بگذار حریفان و رقیبان سابق همدیگر را برای جراحت‌های جسمانی و معنوی رساندهشان
برای اذیتی که داده‌اند ببخشند. بگذار با همدستی و همکاری در آباد گردانیدن خرابی‌های جنگ در کار سازندگی به امید شکوفایی تاجیکستان، با سرپرستی به یتیمان و بیوگان، با غمخواری به مجروحان و برجاماندگان در جامعه احترام و عزت و اکرام را دوباره زنده بگردانند. غضب خدا و لعنت خلق به آنان باد که پی قصدگیری و تعقیب و آزار هم برای اعمال می شوند که در سالهای مقاومت و مخالفت صادر شده بودند. چون این کسان محکوم به جزایند. ما سوء استفاده از امکانات رسانه‌های عامه و دعوت آشکارا به نیت خلل رساندن بر روند آشتی ملی، اتهام همدیگر و در حضور جماعت از گذشته به بدی یاد آوردن را محکوم می نماییم. هم حاکمیت و هم همه آن حزب و سازمان هایی که به هیئت اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک شاملند و هم حزب و جنبش ها و سازمان های اجتماعی دیگری که از این به بعد در فعالیت سیاسی دست به سلاح میزنند، طبق قانون های جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده خواهند شد. با نیت تأمین اعتبار عملی سند همدیگر بخشی، همه اسیران حربی آزاد خواهند شد. آزادی و امنیت اشتراک کنندگان مخالفت سیاسی و مقاومت نظامی که از سال 1992 تا به روز قبول سند مذکور دوام کرد، با قبول سندهای داخلدار کمیسیه آشتی ملی و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تأمین کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک سید عبدالله نوری. های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن،
بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من. تشکر زیاد از برادرانی که زحمت کشیدن و این نوا را آماده کردند. نوار خیلی خوب و تأثیر بخش. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران جناب محمود صدری تشریف آوردن، اون را هم خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. حالا نوبت به آیین حال با نظر روی یکی از فعالان جامعه شهروندی نامزد به مقام پرزیدنتی از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته بفرمایید. سلام علیکم برادران، خواهران عزیز، مهمانان، خانمان و جنابان. برای من عید وحدت این عیدی یاد بود است، نه رقص، نه بازی، نه تنتنه. ما امروز باید پیش از همه اونهایی که در وحدت سهم گذاشتن، امروز با ما نیستن یا که با ما هستن، درباره اونها بگوییم. برای من صبر و تحمل استاد نوری، استاد همت زاده یک نمونه هست و امروز ما شاهد آن هستیم که اینجا نفرانی هستند که در بستن همین شرطنامه صلح خیلی خیلی زحمت ها کشیدند. ابراهیم عثمانوف پروفسور، برادرانی که از حزب نهضت امروز سخن کردند، اینها هستند و قسم زیادی ما شاهد این بدبختی ها بودیم و برای آنهایی که این چیز را از سر گذرانیدن یک درس خیلی سبقی بزرگ است. میگویند اگر تاریخ را فراموش کنی، مردمی که تاریخش را فراموش میکند، واقعهای جدی را فراموش میکند و آینده ندارد. من میخوام که یک دو چیز را مثال بیارم. من اولین شخصی بودم که اولین گریزه های تاجیک به تاجیکستان برگشتن از افغانستان، من آنها را پیشواز گرفتم. اون وقت من در OBSE کار میکردم و قریب یک ماه در شرطوز بودیم و هر وقتی که آنها برمیگشتن ما میرفتیم اونجا و ما کفیل جان آنها بودیم. OBSE امروز ما باید فراموش نکنیم که تشکیلات های بین الخلقی هم اونها هم خیلی کوشش کردند. این چیز هم باید یادآور شد. و من فکر میکردم که اولین تاجیکی که میگردد از افغانستان با کدام احساسات است و چخیل مثلا نگاه میکند. باور کنید راست گپ را میگویم، من اونقدر خرسندی را ندیده بودم. یک چی بود؟ ترس بود. فقط بعضی ها می نشستند گریه می کردند، مردای هم زنها خاک را می بوسیدند. یعنی که حسی وطن داشتن بسیار حسی بلند است و همین وحدت از همه چی بالا است که حزب نهضت هم این را اثبات کرد که و از همون ارزش‌هایی که بودند، ارزش‌های مثلا حزبیشون دست کشیدن و پورا به ارزش‌های ملی خود را وابسته کردن که این را نه همه میکنه. در جنگ ها این خیلی کارهای مشکل است. دومی مثالی که من میخوام بیارم، ما از اونجا مکتوب ها میگرفتیم از اون طرف دریا، بعد آورده به خیش و تبارهای اون گریزه ها میسپاریدیم. و من یک چند مکتوب بود، یک مکتوب از رامید بود. وقتی که من به رامید رفتم، اون وقت حال جنگ بود، با ماشینی OBSE و یگان نفر بیرون نمی آمد. همین یک شلاق کلان وقتی که ماشینی ما را دیدن همه پنهان شدن. ما اینجا را درش میکوبیم، اونجا را درش میکوبیم، هوی نمیکنن. آخران یک پیرزنی خیلی سن سالش کرام برآمد. من گفتم که من یک مکتوب آوردم، میخوام که همین مکتوب را سپارم.
بعد من فامیلیا گفتم، بعد نشون دادن اون خانه رو، من رفتم مکتوب رو سپاریدم. بعد اونها گریه کردن، گفتن میبخشید، به ما خبر آمده بود که یعنی که پسری من مرده است، ما سالش رو دادیم. وقتی من گفتم پسری شما زنده است، انا مکتوبش، این مکتوب 20 روز پیش نوشته شدگی بود. و گفت که ما 1 سال پیش سالش رو دادیم. مادر بیهوشید افتید، زنش بیهوشید افتید. این ببینید که این یک چیز، این یک بدبختی بود و هیچ کس نباید از این جنگ فخر کند که من قهرمانم، من صلح کردم. این یک جنگ شهروندی، جنگ شرمندگی است. من میفهمم که وقتی که یک دولت میآید هجوم میکند، همه ما باید با ناخن با دندانمون ملکمون را حمایت کنیم. اما وقتی که ما امروز برادرکشی بود، این باید جشن توبه باشد، جشن باشد که من از کلمه شکرانه بسیار خودداری میکنیم، اما انا همین لحظه همین جشن شکرانه است که شکر که همین وحدت برسیدیم. من 2 سال پیش اینجا برآمد کرده بودم، گفته بودم که نصیب باشد بعد چند سال، بعد سال آینده من باوری دارم که نوری هم از طرف رئیس جمهور قدردانی می شود، به وی نیز قهرمانی می دهند. دوم چیزی که من آرزو کرده بودم، گفتم که نباید حزب نهضت که در صلح خیلی موقع داشت علاهیده این عید را گذراند. من آرزو دارم که این سال نشد، سال آینده همه ما نوابسته و از نهضت است، بیرون از نهضت است، اگر ایدی وحدت است، در یک استادیون کلان همه جمع شویم، هم حکومتی ها، هم شماها، هم ماها، همه جمع شده باید قدردانی کنیم. و من راست گپ از تلویزیون تاجیکستان خیلی خفه هستم که باید درباره هر یک نفری که بسیار یک موقع خوب داشت برای ما رو به این صلح رساندن کمک کردند، باید همین گونه نوارها خیلی زیاد شود. دیرکت سایف به یادتان باشد، دیرکتری رادیو و تلویزیون تاجیکستان که امروز در بین ما نیست، 10 روز پیش با من یک واخوری داشت و گفت که من حضور یک کار میخواهم بکنم که همین وحدتی که امروز شده است، صلحی که امروز شده است، در چشم یک کودک بگیرم، یک کودکی که از دور جنگ یافتم، گفت همین کودک رو از دور جنگ تا امروز همین کودک، همه واقعا را در چشم همین کودک بگیرم و آخرا بگویم که اونهایی که میخواهند که به همین صلح خلل وارد کنند، به چشم همین کودک بیگناه نگرند. بنابراین هم من میفهمم که امروز وقتی که من از یک نفر پرسیدم از دوستان نهضتی چه احوال دارید، گفت که ما همون رشته هستیم که خیلی خراب هم شدیم، یکی ما کنده نمیشویم، یعنی که ما در همون عقیده، در همون فکرهایمون هستیم. و امروز من اونهایی که امروز زنده اند و خدا زنده باشد، ما باید اون چیزی که دیدیم، اون چیزی که حس کردیم، همین را به جوانان آینده، چون که من چند روز پیش با چند جوان صحبت کردم، اونها حتی نمیدونن، حتی یک معلومات هم ندارن، میدونن که جنگ شده است، نمیدونن که صلح شد، شرطنامه شد، برای چی شد و غیره. من همه شما رو، همه مردم تاجیکستان رو، نوبسته که در کدام طرف بودند، با این روزی یادبودی همه شهیدان و روزی تشکری همه آنهایی که در این کار سهم داشتند تبریک میگویم و باوری دارم که اونهایی که بعد خود را ضد صلح میکنند از طرف مردم محکوم میشوند. سلامت باشید. سلامت باشید معلمه بزرگوار. بله، چنانه که شما گفتید، نهضتی ها در اطراف رسمان خداوند جمع آمدن بر اساس قول خداوند که میفرماید واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. و الان من از جناب امیربگ اتابک، عضو کمیسیون آشتی ملی و سابق رهبر سازمان لعل بدخشان که
عضو اتحاد نیروهای اپوزیسیون بود دعوت می‌کنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم همه اشتراکداران همین محفل. تشکر به آنها میگویم، همه آنها میگویم که این محفل را تشکیل کردند. تشکر به شما که مرا به اینجا دعوت کردید. زیرا من نمیدونم کدام سال من در جشنگیری همین روز وحدت اشتراک کردگی بودم. حتی وقتی که وکیل مجلس نمایندگان بودم در اون وقت هم من به چنین معرکه ها دعوت نمیکردند و من از این خفه نیستم. خرسند از اون هستم که یه رفیق زیادی دارم، تنها نیستم. این یک. دویم، ما خطا نکردیم. ما با سرداری استاد نوری کار کردیم که امروز تاجیکستان ارز هستی دارد. باور کنید یک وضعیتی بود که تاجیکستان قریب بود از بین میرفت. در کشور سلاح به دست خوجایین بود. روسا میگفتن چریکس رجام. نه سیاستمدارا گپش هم میگرفتن قریب، نه حکومت داره. از همینجا با دره رامیت اگر برای کار میرفتیم چند مانعی بود. حتی اگر دو قماندان حکومتی هم میگذاشتیم، یکمش هم میگذاشتیم سلام نمیکردیم، دویمش هم میدیدیم جنجال میکردن برای چی از پیش ما گذاشتید. در وقت بازگشت من در نظر دارم خود همین خیلی قماندانای ما هم بود که وقتی که از بازگشت میگشتیم شما باید اول پیش ما می در آمدید بعد اونجا، بعد خیلی صحبت میکردیم همه جایش هم میگرفت. لیکن اعتماد اون چیزی که شما در اینجا نوشتید از هم اساس البته همین چیز اون وقت نبود. برای منم در اون وضعیت درباره امروزه شرایط فکر کردن وزنین بود. استاد نوری از همه بار گران بدوش داشت، زیرا او قدر قماندان های سلاح بدستان فهماندن اونها را به وحدت آوردن خیلی مشکل بود. پیش از همه من هم در مذاکرات اشتراک کردم، هم اعضای کمیسیون نظارت آتش‌بس بودم با جلال الدین یوسف اینجا چندین کس دیگر. من اعضای کمیسیون اشتی ملی هم در بخش نظامیش بودم. از همه وزنینش همون بود، چون که باز همون با قماندان ها فهماندن اون که حقیقتا همین کار کنیم اونقدر آسان نبود. یک چیز دیگر هم میگویم، برای چی ما فرض کردیم کار نظامی رو از طویل دره و بدخشان سر کردیم؟ ممکن بسیارا نمیدونن. استاد نوری خط مصلحت کردم، گفتم استاد باید کار از جای سر کنیم که حقیقتا ادامه داشته باشد. برای چی از میرزا سر کردیم؟ برای اینکه اگر از میرزا سر نمی کردیم از دیگر جو سر می کردیم ممکن کار اونقدر پیش نمی رفت. برای من سال 97 پیش از ما طویل دره رفتیم و مسئله رینتگرات را از اون سر کردیم. دوم به بدخشان رفتیم، خیلی یک ماه در اونجا انگاشتیم و هم همین بود. خیلی بعد دوام شکر خدا پرابلم حل شدن گرفت، لیکن خیلی مانع‌ها خیلی زیاد بودن، وزنین هم بود. پیش از هم باز میگم اعتماد به هم دیگر نبود، برای اینکه خیلی جنگ بود. لیکن باز چیز دیگری بود که ما کوشش میکردیم کشور خود را خیلی که است اقلا نگاه داریم. من یک عالم روس کتابش خواندم درباره پشتخوری اتحاد شوروی و در اونجا میگوید که کدام کشور بعد اتحاد شوروی چی گرفت. از تاجیکستان نوشتگی فقط اهالی و قلمرو خود. امروز خیلی که میبینیم در باره قلمرو هم بحث زیادی داریم، یعنی اینش هم نیست. وقتی که کشورهای دیگر سابق شوروی چیزهای دیگری رو گرفتن و سبب آغاز همون جنگ ما هم یکی از همین سبباش همین بود. اون چیزی که در داخل بود همش بردند به بیرون و ما به هیچ چیز ماندیم. پیش از هم البته بار دیگر خیلی که همینجا صحبت پیش از من گفتند، البته ما همه وقت باید از استاد نوری سر کرده همون نفرانی که در بین امروز در بین ما نیستند در پهلو استاد بودند و از جانب حکومت هم خیلی نفرایی بودند که در صلح و آرامی کشور سهم گذارند، آنها رو یاد کنیم. البته ما همه وقت
اونها رو یاد کرده ایستادیم. ما یگان وقتها رو فراموش نمیکنیم. خیلی امروز این روز مخصوص که است در اینجا باز بار دیگر البته به خاطر میبریم و به خاطر میبریم همون حالت هایی که پیش در همون سالها بودند. ما با شما برادرای حزب نهضت یک چیز میگویم. حقیقتا همون شما چی بگیم پیروان استاد نوری فکر میکنم از همه وزنینهایی که اون وقت بود گذاشتیم. حاضر شکر خدا چخیلی که نباشد اینو را شما با آسانی پس سر میکند. من همه وقت خواهانم که شما سربلند باشید. شما همون روی ادامه داده روی استاد نوری ادامه دید. خیلی ما کدامایی که با شما بودیم در کدام حزب باشیم در کدام ما با شما برادریم. ما با شما تاجیکیم. ما با شما تاجیکستانیم. ما یگان وقت همدیگر رو فراموش نکنیم. هیچگاه همدیگر رو باید فراموش نکنیم و آن چیزی که امروز انا فرض کردیم به واسطه اخبار عموم می رود شخصا من تماشا هم نمی کنم. در بسیاری وقت ما رو عصبی هم می کنند. یک کودک می برند درباره صلح گپ می زند و خود همون مفهوم صلح گپ معنایش نمی داند. یک نفر می بیاند صحبت میکنه از تلویزیون تاجیکستان درباره وحدت سخن می راند و مضمون همون کلمه وحدت نمی داند. این عیب است. ما وقتی که درباره از یک طرف وقتی که میگیم ما هم تاجیکیم و ملت تاجیکیم همینجا خودش کلمه ملت خود کلمه وحدت کمی چی میگیم زیادتی است. وقتی که ما یک ملتیم یک ملت تومیم الکی همون وحدت باید در ما باشد. اگر وحدت نباشد ما یک ملت توم نیستیم. ما افسوس میخورم که در دوره شوروی انا کسی از شما کلانسال است میدانید وقتی که میپرسید از کجایید خیلی 4 مناطق کشور بود از روی ولایت میگفتند. خیلی یا بدخشان یا پامیری میگفت لنابودی میگفت کلوبه خطلانی خیلی غرمی همین اصطلاح بود. این به معنی نبود که مردم خود را همچون تاجیک نمیشناسند. نه ما تاجیکیم لیکن از همون محلیم چون که سوال همین خیلی بود. حاضر افسوس میخورم که همون باور کنید در همون خارق میروه همون کوچه و کوچه مردم تقسیم شده است. وقتی که میپرسید و کوچه اش میگوید این بدبختی است. این بدبختی است و همچون شهروند همچون تاجیک همچون تاجیکستانی وظیفه ما از اون عبارت است که هر یکی ما باید مردم خود را سرجم کنیم. همه اش را مردم ما باید همه خیلی تقسیم نشود. حتی نو وابسته به ملت کسی که در تاجیکستان زندگی میکند تاجیک است تاجیک نیست همه حقوقهای برابر داریم و باید همه همدیگر رو احترام کنیم. اون چیزی که به دست آوردیم باز میگم با آسانی به دست نآمد. باور کن از هر یک مذاکرات وقتی که خارق میرفتم من با قماندان‌ها جنجال میشدم. برای چی؟ برای اینکه اون چیزی که ما در مذاکرات محاکمه میکردیم و بحث میکردیم و باید عملی میشد در اونجا با نفران دیگری بودن که ضد ما تشویقات میبردن. ضد مذاکرات تشویقات میبردن. ضد صلح تشویقات میبردن. و همین خیلی در همه جا بود. برای منم باز میگویم پیش از همه را تبریک. دویم ما باید همون کلمه بزرگ یگان وقت فراموش نکنیم و همه مردم خود را کار کنیم که خیلی چقدر کسی که تواند به همین هدایت کنیم و کوشش کنیم که کشور ما از همون بلایی که در همون وقت گرفتار بود دیگر عمر بود رهایی یافت و دیگر همون چیز رو نبینیم. از وای بدبخترین وضعیت نبود و اونهایی که امروز میخواهند کم از هر جا با گفت کدام الان مانند و میخواهند کشور ما رو ناآرام کند خدا همونا رو از بین ما برد. اینش هم خوبتر است و از خدای بزرگ به همه شما صحت سلامتی توفیق کار آرزومندم. سلامت باشید. تشکر زیاد. بله به قدری صلح کسی بیشتر میرسد که واقعا سختی های صلح و روند صلح را دیده باشد. فعلا من شاکر جان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات از اون دعوت میکنم که اینجا آمده صحبت بکنم. فرمایید. همدیاران عزیز، دوستان گرامی، بار اول می شود که من از منبر از همین منبر خیلی محترم در رابطه با موضوع بررسی شونده سخنرانی میکنم.
البته برای هر ایجادکار خواه عالم باشد خواه آهنگساز به تخیلات ایجادی وی یگان لحظه حساس تاثیر میرساند. به سخنرانی من و ماهیت آن نیز صحبت ها و اون یک لحظه نواری که دیدیم تاثیر رسانید. به عالم حقانی، به نویسنده یا ایجادکاری مستقل که اندیشه دارد اگر فرمایش دید از نوشتنش خودداری میکند چون طبیعی نمیشد. خانم ها و جنابان با استفاده از این فرصت به کمیته تدارکات این محفل اظهار سپاس می نمایم که موافق مقصد دانستند که با نمایندگی از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ابراز عقیده نمایم. کنستیتوسیا همچون قانون اساسی با برابر قرآن و بعضی دیگر سندها کتاب روی میزی ما باید باشد و به اندیشه من سازشنامه عمومی درباره استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان نیز همین گونه سند است و موافق مقصد می بود که هر باری وقتی که سخن درباره وحدت ملی می رود به حجت هایی که این سند تقدیر سازد در بر می گیرند از نقطه نظری متدولوژی متوجه شویم، زیرا که محض در همین سند تقدیرساز سخن درباره بسیار حزبی همچون شرط اساسی رشد رویه های گوناگون سیاسی و مفکوروی، انتخابات همچون اساسی وحدت ملی، نشریه های آزاد و فضای اطلاعاتی همچون زمینه برای رقابت سالم نه تنها در غنی گردانیدن عالمی معنوی ملت اینچنین در تشکل افکار سیاسی نیز بوده است اعتراف شده است و همزمان از نقطه نظر استراتژی خیلی موافق مقصد می بود که با عامل و سبب، شرط و شرایط و بهانه هایی که باعث حادثه های سالهای 90 تاجیکستان بود توجه کنیم و با گذشت ایام امروز کدام حالتها و عامل سبب‌هایی هستند که باعث خلل‌دار شوی وحدت ملی و تحکیم انستیتوت‌های دموکراتی و تشکل جامعه شهروندی و تطبیق بیچون و چرای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و عهدهداری‌های بین المللی تاجیکستان نیز بوده است از اهمیت خالی نیست. از این خاطر چون اشاره شد که در بالا امروز جشن است و از تحلیل و نقطه نظر انتقاد خودداری کنیم، با همین من محدود می شوم. برای هر یک شما سلامتی می خواهیم و طوری که اشاره شد با منطق و فلسفه و ماهیت وحدت واقعا سرفهم روم. سربلندی و خان آبادی می خواهم. متشکرم. تشکر زیاد. حالا از سفیر محترم آلمان جناب خلگر گرین خواهش میکنم که سخن تبریکاتی خود را بفرماید. I would like to invite the ambassador of Germany, please. Assalamu alaikum. Wir gedenken heute des Ende des Bürgerkriegs in Tadschikistan. Assalamu alaikum. Бахшиш мам по забоне Руси тарджума мекунам, по забоне Таджики салту швартар мешат. Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз почтить память о жертвах гражданской войны. Ich habe das Glück, einer Generation von Deutschen anzugehören, die in ihrem ganzen Leben Krieg nicht kennengelernt haben. Я являюсь представителем одного из поколений, где люди не прошли войну или были не жертвами и не свидетелями войны. Meine Eltern und meine Großeltern hatten nicht dieses Glück. Но, к сожалению, мои родители и мои бабушка с дедушкой пережили войну. Und wir sehen auch heute, dass in vielen Teilen der Welt Krieg oder Bürgerkrieg ist. Но мы видим, что во многих частях нашей страны до сих пор идут гражданские войны. Ich denke an Syrien, ich denke an den Irak, ich denke an die Ukraine. И я в первую очередь думаю о Сирии, о Украине и Ираке. Die Auslöser für diese Konflikte sind sicherlich unterschiedlich.
И решением этих войн, конечно, во всех частях уголка различные. Aber ich glaube, es gibt etwas Gemeinsames, dass in diesen Ländern die Rechte von einzelnen Gruppen nicht hinreichend beachtet werden. Но решения разные, но единственное или объединяет их то, что права отдельных групп людей должны обязательно быть во внимании или взяты во внимание. Und ich denke, das ist die Aufgabe jeder Regierung, dafür zu sorgen, dass die berechtigten Anliegen aller Gruppen berücksichtigt werden. Nur so kann es Frieden geben. И главной задачей правительства является взять во внимание все права и все мнения вот таких отдельных разрозненных групп для того, чтобы в итоге привести к миру. Спасибо. Vielen Dank. تشکر زیاد. Thank you very much for the speech. حاضر من از کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران جناب محمود صدری خواهش میکنم که آمده به منبر صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم. برای من بسی مایه افتخار و خرسندی است که امروز در این مجلس حضور دارم به دو علت. علت اول این که در خدمت مؤمنین سروران گرامی و برادران عزیز تاجیکی خودم هستم و علت دوم در روزی خدمت شما هستم که این روز شریفترین و عزیزترین روز برای شماست به خاطر اینکه پایان یک تراژدی بزرگی بود که در کشور شما اتفاق افتاد و الحمدلله با درایت و تدبیری که بزرگان شما داشتن به وحدت و صلح انجامید. من زیاد مصدق اوقات شما نمیشم. دو نکته رو خدمت شما عرض میکنم. اولین نکته این که ما آموزه های قرآنی به ما یاد میده که وحدت نقطه است که مسلمان ها و مؤمنین باید بهش توجه کنند و اگرچه انسان وجودش در کثرته ولی آموزه قرآن نشون میده که این کثرت موقعی اعتبار داره و موقعی مقدسه که این کثرت به وحدت بیانجامه و اون انسانی شریف هست در برابر خداوند که بتونه اون کثرت خودش رو به وحدت برسونه. جامعه هم همینطور هست. جامعه اسلامی است که این جامعه در عین حال که تفاوت فکری داره و این تفاوت فکری هم باعث رشد و کمال اون جامعه است، ولی این تفاوت‌ها به وحدت برسه نه به کثرتی که متاسفانه باعث نزاع و درگیری بشه. این کثرت از نظر خداوند کثرت خوبی است به شرطی که به وحدت برسه و کثرت موقعی در مقابل توحید و وحدانیت خداوند هست که بره تبدیل بشه به نزاع و درگیری که در اونجا ما اون کثرت و کثرت شیطانی مینامیم. نکته دوم که خدمت دوستان میخواستم عرض کنم این هست که متاسفانه برعکس آموزهای قرآن ما شاهد هستیم که در جهان اسلام اختلافات و اون کثرتی که طبیعی است تبدیل شده به یک نیروی اهریمنی و شیطانی و مسلمان ها برعکس واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا یا انما المؤمنون اخوه نزاع و درگیری رو جایگزین اخوت قرار دادن. جنگ شهروندی سه مشخصه بسیار بد داره. جنگ در نفس خودش در نهاد خودش یک پدیده شوم و زشتیه، اما وقتی به جنگ شهروندی و میان یک جامعه می انجامه از خصوصیات بسیار
بدتری برخورداره. چرا اینکه اولا بین برادران و خویشاوندان و کسانی است که با هم ارتباط نزدیکی دارند و نکته دوم این که تخریب جنگ شهروندی و جنگ بین یک جامعه بسیار بیشتر از یک جنگی است که بین دو تا ملت و دو تا جامعه متفاوت صورت میگیره. متاسفانه ما امروز میبینیم که در جهان اسلام در 2 دهه اخیر مثلا در الجزایر مشاهده میکردیم که جنگ هایی که در الجزایر بین مردمشون اتفاق افتاد شاید الجزایر رو 50 سال به عقب انداخت، یا جنگ هایی که در لبنان صورت گرفت و باعث کشت و کشتار زیاد و عقب افتادگی کشورشون شد که هنوزم این نزاعات به شکل مختلف ادامه داره. یا متاسفانه در چند سال اخیر که در سوریه و عراق ما مشاهده میکنیم که اختلافاتی که میتواند در قالب وحدت قرار بگیره و باعث رشد جامعه بشه تبدیل شده به جنگ‌های بسیار شومی که بین ملت‌های مسلمان در جریان هست و این نشون میده که ما مسلمان‌ها متاسفانه آموزه‌های قرآنی رو در سررهره کار خودمون قرار نمیدیم و بیشتر دغدغه زبانه یا اینکه مفاهیمی که از آموزه‌های قرآن میگیریم مفاهیمی نیست که منطبق بر واقعیت قرآنی باشه. واقعیت قرآنی وحدته، نه بین فقط مسلمان ها، بین همه جوامع. و خداوند در اون آیه کریمه میفرماید که ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را اگر در واقع تقسیم کردیم برای اینکه همدیگه رو بهتر بشناسید، نه اینکه با همدیگه نزاع و درگیری داشته باشید. من بسیار خوشحالم که میبینم که جامعه تاجیکستان امروز جامعه‌ای است که در آرامش و امنیت کامل هست و خرسندم که ما ایرانی ها هم نقشی رو در این وحدت بین شما و در آشتی بزرگی که بین ملت بزرگ و عزیز تاجیکستان صورت گرفت ما هم یک نقشی رو ایفا کردیم. سیاست قبل و الان و بعد کشور من این هست که ما یک تاجیکستان آباد و یک تاجیکستان پیشرفته، تاجیکستانی که در آرامش و امنیت کامل باشد و ببینیم و از همه توان سیاسی اقتصادی خودمون برای اینکه ما شاهد این باشیم که شما ملت بزرگ تاجیکستان در آرامش باشید و ارتقا پیدا کنید و تعالی عرض کنم که انسانی و مادی و معنوی داشته باشید. ما در کنار شما، ملت شما، دولت شما بوده و خواهیم بود. شما را به خدا میسپارم و تشکر میکنم و از نهضت اسلامی هم متشکرم که بنده رو دعوت کردن که امروز در خدمت شما عزیزان باشم. تشکر به کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران که این کشور دوست در صلح تاجیکستان سهم زیادی داشت. داریم به آخر برنامه قریب می آییم و یک دو سخنان تبریکاتی کوتاه ماندگی است و بعد انشاءالله صحبت جنبستی را رئیس حزب نهضت اسلامی انشاءالله انجام خواهد داد. فعلا از اولی خواهش من این است که از همه این اونهایی که صحبت میکنن بسیار کوتاه باشد زیرا که وقت هم کمتر مانده است. فعلا از جناب سید جعفر اسمانوف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان خواهش میکنم که به منبر آمده نظر خویش را یا سخنان تبریکی خویش را بگوید. فرمایید. هموطنان عزیز، حاضرین عزیز، خانمان و جنابان، سر اول همه شما رو به جشن وحدت ملی تبریک و مبارک میگویم. البته به وحدت آمدن این کار آسان نیست و گذشت کردن هم این کار مرد است و مردان به میدان میبرایند. با گذشت سالها البته تاجیکستان ما با نتیجه وحدت به دستاوردهای نظررس هم کمی هم باشد
خوب نایل شده است. و البته در یگان کار کمبودی به کمبودی نمی شود. در جایی که کار است کمبودی می شود. البته مشکلات هایی که داریم، مهاجرت کاری، پیشرفت اقتصادیات، خب سطح زندگی نسبت به سالهای 90 تا امروز نتیجه های نظررس هست که نتیجه وحدت است و اصحاب سیاسی و حکومت تاجیکستان نیز و دیگر اصحاب و شخصان مسئول نیز در این راه کارهای نظررس را کرده ایستادند و دوستان عزیز باید گفت که در به هم آمدن و در این وحدت راهبریت و فعالان حزب دموکرات تاجیکستان نیز در همه گروه های کاری اشتراک داشتند و از جمله خانم آیین حبوب نظر که در اینجا سخن گفتند، یکی از فعالان و راهبران حزب دموکرات در آن سالها با شمار می رفتند و با عرض سپاس و احترام، اما وقت ما احترام داریم از خانم، باید گفت که در این جنگ بعضی از راهبران و فعالان حزب دموکرات تاجیکستان نیز جان خود را از دست دادند که ما خاطر آنها را پاس می داریم. دوستان عزیز، ببینید در جمهوری ما یگان استحصالات برای اتومات کلاشنیکوف نبود، لیکن در دست اکثریت این پیدا شد. از کجا آمد به کجا رفت؟ خب خداوند اونا را به راه خود بود که اونا از بین مردم برفتند و دیگر نتایج نظررس و اون چیزی بگیم نادری که ما به دست آوردیم در این وحدت ملی. ببینید همین حاضر پیش از من سخن گفتند درباره سلاح به دستان گفتند، البته آنها هم یک کاری هم کردند و در آخر و دو قسمی که به هم دیگر در یک صد مقابل بودند آنها هم دستگیری کردند، ولی از سال 97 تا سال 2007 گروه های سلاح به دست قریب که این وحدت را از بین می بردند. چون در افغانستان امروزه می بینیم که این حکومت تا امروز گروه های سلاح به دست را پوره از بین بردن نمی تواند و چه مشکلات است. یعنی گفتنی هم که البته هر یک طرف در نوبت خود گذشته‌های زیاد کرد، همه به خاطر وحدت بود، برای یک پارچگی جمهوری تاجیکستان بود. بار دیگر دوستان عزیز، همه شما رو برای این جشن وحدت ملی تبریک مبارک میگویم و ایمان کامل دارم که این وحدت و این گذشته‌ها برای همه ما و برای نسل آینده قدر کرده می شود و مسئولین هم اصحاب سیاسی باید یک مسئولیت دیگر به سر داشته باشیم که امروز جوانانی داریم که اونا از وحدت و از آرامی و از جنگ خبر ندارند، آنها فقط اونا در نوارهای تلویزیون دیدند. یعنی این یک از مسئولیت‌های بزرگ است. ما امروز به یک 30 سال هم رسیدیم و وحدت و جنگ را میدانیم و چی باید کرد میدانیم، ولی جوانان ما از آن آگاه نیستند. برای همین عموما در همه روندهایی که برای نیکی جامعه، برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است، به همه شما موفقیت میخواهم. جشن ملی وحدت به همه شما مبارک باشد. تشکر زیاد. نوبت به حزب خلق دموکراتی تاجیکستان جناب بوریف جورخان رهبر دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. مرحمت. تشکر دوستان عزیز. من خیلی خرسند هستم که امروز در این خیلی جمع آمد پرشکوه اشتراک میکنم و از اولی همین چهاربینی که سر شد برنده از نشستگان خواهش کردن که جمع آمد ما امروز جمع آمد ایدانه است، خواهش کردن که باید تا آخر ایدانه رود و یگان سخن وزنی نسبت این یا آن طرف نشود.
به همین خاطر من یک چیز رو قید کردنیم. گفتید شما اینجا نشستگون که یک سن سال ما به یک جا رسیدگی او سالهای متشم ما هم دیده بودیم و در کس قید کرد که حتی همین واژه وحدت تصرف هم نمی روند. در حقیقت درست بود. در همون پیش از واقعهایی که در همین تاجیکستان شده گذشت، همین کلمه وحدت چی بود نمیدونستم بعضی ها. من مثال اساسا من آموزگار زبان ادبیات بودم، روز شگویم اون قدر به صرفه نرفتم، خیلی میگفتم صلح وحدت فلان بسمدان. وقتی که از سر گذشت، از سر ملت تاجیک گذشت واقعه ها، بعد به قدر وحدت رسیدیم. وقتی که گفتن که وحدت میشود ما افسانه فهمیدیم، برای که همسایه برگمونه برگی دیگرش کشت. هیچ ممکن نیست گفتن که وحدت در بین تاجیکان شود. همین چیزا ما با چشم خودمون دیدیم، شنیدگی دیدیم که همسایه با همسایه، برادر با برادر، پدر با پسر، همین خیلی روزا سیاست یک طرف سیاست بود، دیگرش طرف دیگر سیاست بود. لیکن همین شکرانه پروردگار، اول شکرانه پروردگار که انا همین در دل همین دو تا مرد بزرگ انداخت، ما به همین روزی وحدت رسیدیم. برای همین همیشه در شکرانه کردن در کار. این مثال بسیار با رفیقان ازوازش برآمد کردن، گفتی رفیقانی که فسوتا که یک لیش بیدن. لیکن ما همین را گفتنیم که همیشه شکرانه کنیم که ما با وحدت ملی رسیدیم. امروز آزادانه زندگانی میکنیم. با همه شما در کارهایتان موفقیت، سلامتی، عمر دراز و برکت آرزو میکنم. تشکر. سلامت باشید برادران عزیز. امیدوارم که همه طرف ها به قدر وحدت واقعی هم برسند و انشالله امیدوارم که همون وحدت واقعی که صحبت میکنیم همون برسیم. حالا صحبت تبریکاتی از آن میرحسین نظریف، رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان. السلام علیکم هموطنان بسیار هم عزیز گرام قدر. بنده نیز با استفاده از این فرصت مناسب همه شما و در شخصیت شما، اهل بیت شما و تمام کل مردم شریف تاجیکستان را به این جشن بسیار هم شکوهمند از نام خود و از نام بخش غیر حکومتی حزب سوسیالیستی تاجیکستان صدقاً تبریک و مبارکباد می‌نمایم. واقعاً در حاشیه واژه وحدت ملی و صلح گزارش‌های خیلی زیاد را ما در رسانه‌های اخباری عمومی می‌بینیم، ولی متأسفانه فرقیت و تفاوت نهایت عظیم را میان گفتار و رفتار هم می‌بینیم که این بسیار جای تأسف است. گذشتگان خیر دور تاریخی ما درباره اصلا پدیده وحدت چنین ابراز عقیده نموده بودند که اهورامزدا یعنی خداوند نعمت‌های مادی را برای همگان یکسان آفریده است و زمانی که یک گروه از روی قهر و جهل و غضب اموال متعلق به دیگران را از آن خود می‌گوید، این عامل می‌تواند به ناجوری جامعه آورده رساند. بنابر همین برای آنکه در جامعه وحدت باشد باید که اول رعایت عدالت اجتماعی باشد که همین رعایت شدن عدالت اجتماعی این هدف عالی حزب سوسیالیست تاجیکستان و حزب‌های گمان میکنم دیگری تاجیکستان نیز به حساب می رود. خب زمانی که بین نیروهای در مقاومت شدید شرکت کننده از یک طرف حکومت و از طرف دیگر مخالفین شرطنامه عهدنامه به امضا رسید، حزب سوسیالیستی تاجیکستان نیز با پیروی از حکومتی که ما شما روی قدرت آوردیم با ائتلاف اصحاب سیاسی بهر انتخابات آزاد و شفاف امضا گذاشتیم و در این ائتلاف با حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب کمونیست و حزب‌های دیگر که شده به لانه‌ها نیست برای خاطر آنکه در تاجیکستان
یک انتخابات آزاد و شفاف شود و به رأی مردم خیانت نشود، از همه دعوت به عمل آورده بودیم. ولی متاسفانه پس از شامل شدن حزب سوسیالیست تاجیکستان به همه ائتلاف، مشاور دعوتی پرزیدنت جناب کرامت الله عالموف و جناب احمدوف بنده را به صحبت دعوت کردند و آشکارا یک عباره غیر تاجیکی میگم التیمات موندن که باید شما حتما از ائتلافی که در آن حزب نهضت اسلام شرکت دارد دست کشید. و بنده آشکارا جواب دادم که طبیعت من اون است که وقتی که دست میتیم دیگر امکانات از قبل خود بازگشتن ندارم. این ائتلاف به خاطر منفعت های ملت است، به خاطر خیانت نکردن به رأی مردم است. گذشته از این در یک چیز رو میخواستم که پیشترم گویم ولی امروز امکان شد، میخواهم به همین نکته یک روشنی اندازم که انتخابات پر از تقلب کارانه پرزیدنتی سال 94 با آبروی اعتبار حکومت فعلی بسیار یک ضربه سخت زده بود و یک قسمی جانبداران خود حکومت اعتبارشون یعنی اخلاصشون از این حکومت گشت. در تاجیکستان تغییر خوردن تناسب بین نیروها به عمل آمد. این حالت را رهبریت اون وقتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی خوب میدانست و آنها امکان داشتند که با استفاده از اون قوه‌های عظیمی که در زیر اطاعت خود داشتند مقامات رهبری کننده حکومت را از آن خود کنند. ولی خوشبختانه تاکید میکنم که به این اعمال دست نزدند، از این عمل دست کشیدند و خوب هم میدونستند که اگر مثلا توسط سلاح مقامات حکومت دولتی تصرف کرده شود در این کشور در این سرزمین به هیچ وجه مردم تاجیکستان به صلح سلاح نمی آید و اون منظره که در کشور همسایه ما سالهای طولانی دراز کشید افغانستان احتمال زور نبود که همون منظره ادامه کند. و خوشبختانه بار دیگر قید میکنم که به همون عمل دست داده نشد و امروز همه ما شما در یک کشور زیبا در یک کشور بسیار هم بهشت‌آرا تاجیکستان عزیز زندگانی خیلی هم اگر آینده داشته باشیم به هر حال در وطن خود زندگانی داریم. من گپ رو زیاد نمیکنم، گفتنی ها اصلا که بسیار دارم ولی وقتشون بسیار کم هست، گم میکنم فرصت دیگر بعضی چیزها رو در رسانه اخبار میگویم. ولی به هر حال همه شما دوستان هموطنان عزیز رو بار دیگر به این جشن شکوه من تبریک و مبارکباد میکنم و خدا کند که وحدت ملی صلح در این کشور نهایت قدیم در این سرزمینی بسیار هم زیبا منظر بهشت‌آرا یک عمر تنتنه کند. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. پیش از اینکه صحبت جنبستی را به استاد محترم محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان بدهم، از برادر ملا عباس رجبزاده معاون رئیس شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سوق خواهش میکنم که آمده هم با شعرهای جذابش فضا را گرم کند. فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم همدیاران ارجمند. راستی میخواستیم یک دو شعر اینجا قرائت کنیم چون مجری برنامه بسیار خواهش کردن که فضای وحدت نگاه داشته شود، ما هم خودداری میکنیم. من میخوام با این فرصت که واقعا به خاطر وحدت اینجا جمع شدیم شما را تبریک گویم و با آن شعاری که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز برای ما پیشنهاد کردن که صبر و تحمل است، صبور باشیم، که خواجه حافظ میگوید ای هدهدی صبا به صبا می فرستمت، بینگر که از کجا به کجا می فرستمت. ساقی بیا هاتف غیبم به مژده گفت، باده تو صبر کن که دوا می فرستمت. انشاءالله صبر ما میوه شیرین دارد و ما به این چیز یقین داریم و میخواهم سخنان تبریکاتی خود را
با یادآوری از مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، آنی که واقعا برای این صلح و وحدت جان خود را باخته است، یادآور شوم از چند ابیات علامه بزرگ اقبال که گویا به چنین مردان خدا بخشیدند: بر انسان چشم من شبها گریست، تا دریدم پرده اسرار زیست. در جهان نتوان اگر مردانه زیست، همچون مردان جان سپردن زندگی است. از پی قومی ز خود نامحرمی، خواستم از حق حیاتی محکمی. در سکوتی نیم شب نالان شدم، عالم در خواب من گریان شدم. جانم از صبر و سکون محروم بود، ورد من یا حی و یا قیوم بود. آرزوی داشتم خون کردمش، تا ز راهی دیده بیرون کردمش. این آرزو و آمال استاد گرامی بود که بهر ما روندگان این راه بود و ما الحمدلله همیشه صبر داریم، گرچند که مشکلات داریم. این مشکلات ها پس سر می شوند با صبر و تحمل ما، چون که چخیلی که اینجا یک نوار تماشا کردیم و یک بند سازشنامه را خواندن که واقعا یک انسانی که اندیشمند باشد تفکر میکند که نفرین و لعنت خدا و خلق خدا بر آنانی که از گذشته یاد میکنند. دیگر به فکرم در همین سازشنامه، در لایحه سازشنامه همین بند کفایه است. به خاطر که ما به صلح واقعی رسیم، همین بند کفایه است که دیگر ما از گذشته یاد نکنیم و برای پیشرفت این دیار و مرز و بوم خدمتگزار باشیم. و در آخر با بیت علامه اقبال سخن را جنبست میکنم، میگویم: با یکی ساز از دویی بردار رخت، وحدت خود را مگردان لخت لخت. سلام باشید. تشکر زیاد. حالا صحبتی جنبستی از آن استاد محترم محیدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد مر خدا را و درود بر رسول او محمد صلی الله علیه و سلم و بر آل و اصحاب ایشان. مهمانان ارجمند، پدران و مادران، یکایک شما را به فرارسی جشن وحدت تبریک میگویم و از خداوند منان در این روز پیش از همه مغفرت و رحمت را برای همه شهدای وحدت تمنا دارم. در رأس ایشان رهبری شهدای تاجیکستان استاد مرحوم سید عبدالله نوری، استاد محمد شریف همتزاده، استادان آتاخان لطیفی، جمعه‌بای نیازوف، حبیب سنگینوف و دیگر همه اعضایان کمیسیه آشتی ملی که به این دلیل نامشان را اینجا گفته نمیتونیم، شاید در خاطرمان نمونده است. کارمندان کمیسیه آشتی ملی که امروز بین ما نیستند، از آتش بس، گروه آتش بس، بخصوص اولین شهید روند مذاکرات حاجی مظفر، خدا رحمتشان کند، که تا امروز گمنام هستند، و شهدایی که ملت تاجیک داد از سال 92 به بعد تا امروز، خداوند جای همشون جنت کند. ما امروز همه مردم تاجیکستان مدیون این شهدا هستیم، مدیون خون آنها هستیم و تشکر میگویم به همه کسانی که امروز در قید حیات هستند، برای صلح و وحدت زحمت کشیدند، در روند مذاکرات، در روند گفت و شنید و مصالحه، کمیسیه آشتی ملی و مرحله های بعد از
فعالیت کمیسیه اشتی ملی تا به امروز زحمت کشیده ایستادند. تشکر از نام رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان و همه کسانی که صلح و وحدت برایشان ارزش دارد. بعداً تبریکات خود را به ملت بزرگ تاجیک، به خصوص به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نام رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میرسانم. به همه اعضایان حکومت، پارلمان کشور و به مردم شریف که زحمت‌های زیاد کشیدند، دست به دست یکدیگر با رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، با رهبریت اینات، این صلح و وحدت را برای کشور همچون ارمغان به هدیه آوردند. ایشان را هم تبریک میگیم و برای فعالیتشان و برای ادامه آبادکاری در کشور و تحکیم صلح و وحدت به پرزیدنت، به حکومت، به همه دستاندرکاران این کشور برای کار خواهیم. اینچنین میخواستم تبریکات و تشکر خود را به همه دوستان تاجیکستان، به دوستان صلح و وحدت تاجیکستان از جمله خارجی ها که زحمت زیاد کشیدند برای رسیدن به این صلح و وحدت، پیش از همه به جمهوری اسلامی ایران که سفیر محترمشون در اینجا شرکت دارند، به جمهوری فدراتیو روسیه، به کشورهای گروه تماس، به سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و همه کسانی که کمترین کمک را به تاجیکان برای رسیدن به صلح رسانیدند، هم تبریکشان میگیم و هم صمیمانه تشکر میگیم که توانستند در روزهای دشوار دست ما تاجیکان را بگیرند و کمکمون کنند. و اینچنین در آخر تشکر به یکایک شما کسانی که در این تالار شرکت دارید. آمدن شما به این جشن فکر میکنم تأثیرش کمتر از زحمت دیگران نیست. آمدن به این جشن و شرکت شما در این چهاربینی امروزه ما از نگاه ما خیلی پیام بزرگ دارد، بخصوص در همین شرایطی که ما و شما هستیم. بنابراین من از همه مهمانان، بخصوص از نمایندگان کورپوس دیپلماتیک اینجا نام گرفته شد، از سفارت جمهوری اسلامی ایران، سفارت آلمان، امریکا، قزاقستان، دوستان خوبی ما اینجا نشستند، از سفارت ترکیه که مهمانان شرکت دارند، سفارت ژاپن تشکر میگم به سفارت ژاپن و کشور ژاپن که زحمت‌های زیاد کشیدند و به همه حزب‌های سیاسی، سازمان‌های جمعیتی، روزنامه‌نگاران، کارشناسان و شخصیت‌هایی که در پهلوی ما هستند، به خصوص به اپا بگویم یا خواهر محترم بگم عین حال بابا نظر و که همیشه در پهلوی ما هستند و انشاءالله خواهند بود. حتی ایشان روزی که به خوجند میرفتیم گفتن که من بیا تنها نروید، من همراهتون بروم. ولی ما فکر کردیم که هر چی بود در گذشته بود، چون برای تصادفی نگفتن. بعضی از دوستان گفتن که نهضت اسلامی تاجیکستان ترسید و یک خانم رو برای خود سپر کرد. من به اپای اینها گفتم که شما سپری ما رو تنها نگذارید دیگر در این سفرها. واقعا فخر میکنیم از چنین مادران که آبروی تاجیکستان را و ملت تاجیک را، مادر تاجیک را در جهان برداشتند و نهضت اسلامی تاجیکستان هم با این فخر میکند. این نتیجه صلح و وحدت ما هست که اگر دیگران مادر تاجیک را با نامهای دیگر و کارهای دیگر در جهان معرفی کنند که متاسفانه امروز معرفی کرده ایستادند، با نوارهایشان، با کارهایی که در خیابانها میکنند، این هم یک نوع معرفی تاجیک، زنی تاجیک از طرف دیگران است. ولی نهضت اسلامی تاجیکستان فخر میکند که بانوی تاجیک را با این شکل معرفی کرده است که در جهان در 10 گانه زنهای جسور جهان داخل شدند. شما را هم تبریک میگم معلم محترم. دوستان عزیز، نمیخوام درباره صلح و وحدت، مفهوم این واژه ها زیاد اینجا صحبت کنم. دوستان خیلی زیاد گفتند، ولی چند نکته هست که باید گفته شود. ما ماه ایون رو ماه تقویت صلح و وحدت اعلان کردیم. از روز اول این ماه در شورای سیاسی قرار قبول کرده شد که
دشواری ها هست، ولی ما باید پیام مثبت خودمون رو به جامعه بفرستیم، به دوستانمون در حکومت، به سازمان های جمعیتی، به همه ملت تاجیک پیام بفرستیم که اگرچه مشکلات داریم، بین ما حرفای گفتنی زیاده است، بیاید حداقل در همین ماه ایون که ماه امضای سازشنامه هست، به یکدیگر تنها از زاویه صلح و وحدت صحبت کنیم، پیام های مثبت بفرستیم. و بعدش هم ماه شریف رمضان هست که ماه رحمت است، مغفرت است و نجات از آتش دوزخ. خداوند در این ماه همه ما را مکلف گردانده است که تنها نیک فکر کنیم، نیک بیاندیشیم، نیک رفتار کنیم. اگر ما 2 ماه، ماه ایون، ماه وحدت و ماه رمضان را با این روحیه سپری کنیم، حتما در روان ما تأثیر خواهد داشت. حتما در ماه‌های بعدی ما طول 1 سال تأثیر خواهد داشت. ما عادت میکنیم به نیک اندیشی و نیک رفتاری. 2 ماه اگر شما نیک بیاندیشید، نیک رفتار کنید، درباره برادران خودت، هموطنان خودت اگر تصورات نیک داشته باشید، این اندیشه برای شما یک امر عادتی خواهد شد. بنابر همین نهضت اسلامی تاجیکستان این دستور را گرفت و الحمدلله که تا امروز تمام مسئولین ما به این برنامه پایبند هستند و عملی کرده ایستادند و بیهوده نیست که مجری برنامه هم در اول گفتند که با وجود همه گفتنی ها تلاش کنیم که مثبت بیاندیشیم و مثبت فکر کنیم. رمزی که برای این جشن دوستان ما در تیم آمادگی انتخاب کردن تصادفی به وجود نآمده است که کشور ما در وسط سیاره هست و در اطرافش دستهای همه دستهای زیاد اون را احاطه کردند که حتما در این بین دست نهضتی هم هست، خلق دموکراتی هم هست، کمونیست هم هست، دموکرات و سوسیال دموکرات هم هست، دست شمالی و جنوبی هم هست، دست شرقی و غربی هم هست، دست همه هست و هیچ جای سوراخ نمانده است که خدای نکرده به این صلح و وحدت یگان تخم مرغ یا پمیدار برسد. همه جاش پوشیده، همه جاش محکم. نیت ما، مناسبت ما به صلح و وحدت باید همین گونه باشد. هر کس مسئولیت داشته باشد که با رفتارش، با گفتارش، با عملش از این صلح و وحدت حمایت کند. این دیگر وظیفه ما هست. درست است که گاها تنقید میشنویم، گاها حتی تحقیر میشنویم، نه تنها از رقیبان بلکه از دوستان نزدیکمان گاها تحقیر هم میشنویم برای این صبر و برای این تحمل. با واژه ها و توصیف های بسیار دغل، بسیار کوبنده، ولی نهضت اسلامی تاجیکستان باید همه این را تحمل کند، باید صبر داشته باشد. اگر ما صبر نکردیم از دیگران فرقی نخواهیم داشت و شاید دیگران در همین فکرند که با این رفتارهایشان نهضت اسلامی تاجیکستان را از اون قالب خودش بیرون کند. من بار اول میشنوم که مسلمان را برای صبر و تحملش تنقید میکنن. مسلمان ها همیشه تنقید میشدن برای احساساتی بودن، برای اگر کمترین احساسات از ما و شما نشان داده شود مسلمان را به اکستریمیسم و به تروریسم تنقید میکنن، متهم میکنن. ولی خدا را شکر که امروز ما را متهم به صبر و تحمل کرده ایستادن. این یک پیشروی بزرگ مسلمانان هست و نباید این دستاورد را نباید از دست داد. این واقعا یک دستاورد بزرگ است. بسیاری ها میخواهند که در تاجیکستان نشان بدهند که یک اسلام رادیکال افراطی هست، ولی ما و شما نشان داده ایستادیم که در تاجیکستان یک اسلام معتدل، سازنده، صلحجو هست با صبر و تحمل. امروز ما افراطگرایی را در چهره دیگران دیده ایستادیم، خوشبختانه نه در چهره مسلمان و اسلامگراها. وقتی آن رسیده است که ما حرفهای خودمان را واضح و روشن بگوییم در چارچوب قانون و یک نکته را درک کنیم. اینجا بسیار حرفهای زیبا گفته شد درباره صلح و وحدت، بسیار شعارها میپرتیم که به خاطر ملت و به خاطر بقای این کشور صلح کردیم. شک در این نیست. اصلا من شک ندارم، اگرچه کمترین تجربه رو در روند صلح دارم،
به حیث کارشناس مذاکرات کمیسیون آشتی ملی و مراحل بعدیش شک ندارم که واقعا به خاطر ملت و دولت تاجیکان صلح کردند. ولی یک واقعیت است، باید همه اعتراف کنیم، بسیار ساده نشویم. همان وقت با شما صلح میکنن که قدرت دارید. با آدمی ضعیف هیچ کس صلح نمیکند. آدمی ضعیف را یا از بین میبرند، مغلوب میکنند، مطیع میکنند، یا همیشه در حالت جنگ اون آدمی ضعیف باقی میماند. جنگ را طرف قوی و ضعیف کرده میتوانند و دوامناک. ضرور نیست که برای جنگ هر دو طرف برابر قدرت باشند، ولی برای صلح و مصالحه، بخصوص مصالحه که اینجا از واژه مصالحه درست استفاده شد، برابری هر دو طرف، قدرتمندی هر دو طرف شرط اساسی است. قدرت بود، اتحاد بود، متحدی همه نیروهای آزادیخواه و وطن دوست بود که صلح به میان آمد، وگرنه هیچ کس صلح نمیکرد. بسیار اکنون ساده بد هم نشویم. امروز هم اگر میخواهیم که حرف ما شنیده بشود، باید که قوی باشیم، باید که قدرتمند باشیم. ولی قدرت ما و شما در چی است؟ اگر زمان قدرت در سلاح و در نیروی جنگی بود، مطمئن باشید امروز قدرت ما و شما در صبر ما هست. قدرت ما و شما در اتحاد ما و شما است. در ان همین گونه جلسه ها و نشست با هم است. قدرت ما و شما در دوستان ما هست که امروز در پهلوی ما نشستند. اگر این قدرت را از دست دادیم، مطمئن باشید که دیگر حتی این جلسه را هم برگزار کرده نمیتونید. برای آنکه صلح پابرجا باشد، وحدت پابرجا باشد، ما و شما مجبور هستیم که قدرت داشته باشیم، قوی باشیم. ولی باز تکرار میکنم، قدرت ما و شما در اتحاد است، در وحدت است، در چنگ زدن به اون ریسمانی هست که خداوند در قرآن مجید گفته است. و امروز با همون تفسیر زیبایی که خواهرمون آینی حال از زبان یکی از دوستانی نهضتی کردن که این ریسمان میتواند خیلی نحیف و ضعیف باشد، ولی این ریسمان هیچگاه کنده نمیشود. به این ریسمان اگر چنگ بزنیم، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، انشاءالله که نجات ملت، نجات کشور در همین ریسمان هست. ما در پیشمان یک جشن بسیار خوب داریم، جشن وحدت. من از تمام برادران و خواهران نهضتی خواهش میکردم که از همین لحظه به بعد روحیه را کاملا باید جشنی کرد. باید این جشن را پیشواز گرفت، خوب گذران. در تمام معرکه هایی که دعوت می شود حتما باید شرکت کنید. من با کمال میل قبول دارم این پیشنهادی که اپای آینی ها کردن که ما باید یک جشن داشته باشیم. شاید نیست که نهضت اسلامی تاجیکستان با جمع دوستان این جشن را جدا پیشواز بگیرد، حکومت جدا پیشواز بگیرد، حزب‌های دیگر. مثلا من شنیدم که دوستان حزب کمونیست هم در شهر کلاب یک جلسه به خاطر جشن وحدت گذراندن. بسیار خوب است. دلمان میخواهد که یک جشن داشته باشیم با هم، پس میز بشینیم، در تالارها بشینیم، یکدیگر را تبریک کنیم. ولی چرا ضرورت به وجود می آید که در اینجا ما با هم بشینیم، یک گروه این دوستان را جمع کنیم و جشن را داشته باشیم؟ اگر این اعضایان کمیسیون آشتی ملی، همونطوری که دوستی عزیزمون عضو کمیسیون آشتی ملی یک نفری واقعا سهم زیاد داشت، من خودم شاهد بودم، امیر بیگ عطابک، گفتن که هیچگاه دعوت نمیشوند. اگر اعضای کمیسیون آشتی ملی دعوت نشود به جشن صلح، این بنده خدا کجا برود؟ در کجا این روز را جشن بگیرد؟ من مطمئنم اگر سال آینده یک ماه قبل، حتی 15 روز قبل از جشن وحدت آگاه شویم که همه اعضایان کمیسیون آشتی ملی از هر دو طرف، همه اعضایان گروه های کاری، کسانی که در این صلح سهم داشتن، به این جشن ها دعوت می شوند، از اونها قدردانی می شود. قدردانی یعنی چی؟ هیچ چیز نمیخواهند اینا، فقط احترام میخواهند که ذکر کرده شود، یک طرفه نباشد. مطمئن باشید که دیگر ضرورت به این گونه جشن‌ها و جلسه‌های علاهیده باقی نخواهد ماند. ما هم همین رو آرزو میکنیم، همین رو هم میخواهیم و
پیام دوستانه ما هم به مسئولین همین است که سال آینده وقتی که جشن میگیرن همه رو دعوت کنن. 15-20 نفر دیگر زیاد نموندن این برادرانی که سهم داشتن. در جشن وحدت بیشتر از 1,500 آدم دعوت می شود. 20 کرسی دیگر اگر جدا کنن برای این بزرگان، 30 یا 50 کرسی دیگر هیچ جایی تالار کم نمی شود. اما یک مسئله است برادران عزیز که امروزها خیلی زیاد میشنویم، بعضی از کارشناسان میگن که چرا همیشه ما درباره طرف صلح گپ زنیم؟ باید که یک طرف باشیم، دیگر جدا نکنیم به طرفهای صلح، کی سهم بیشتر داشت کی کمتر داشت. ما قبول داریم، واقعا هم دلمون همین رو میخواهد. چرا امروز ضرورت شده است که بار دیگر میگردیم به سازشنامه صلح یا یادآوری از سند همدیگر بخشی میکنیم، یکدیگر رو خاطررسان میکنیم که برادران ما دست دادیم، این حرفها رو گفتیم، چی ضرورت مونده است؟ وقتی که ما این سندها رو امضا میکردیم با آن اعتقاد داشتیم، باور داشتیم که یکدیگر رو بخشیدیم و هدف هر دو طرف همون طوری که استاد مرحوم سید عبدالله نوری و جناب پرزیدنت امام علی رحمان در این فیلم کوتاه اظهار کردند که ما یک جایه با هم این وطن رو میسازیم، آباد میکنیم. این وطنی همه‌مان هست. دیگر تکیه به سازشنامه نمیکنیم. سازشنامه صلح رو برقرار کرد، سند همدیگر بخشی وحدت رو با وجود آورد. دیگر تکیه به کنستیتوسیا و قانون ها خواهیم کرد. وقتی که قانون و کنستیتوسیا کفالت آزادی همه را تأمین کرد، فعالیت آزادی همه حزب ها، انتخابات شفاف، رسانه های خبری مستقل را تأمین کرد، مطمئن باشد که دیگر هیچ کس به سند سازشنامه صلح یا سند همدیگر بخشی جز یک سند تاریخی بسیار خوب مناسبت دیگر نخواهد کرد. فقط میگیم یک سند تاریخی بود که وطن ما رو به صلح آورد. دیگر تکیه به آن همچون معیار نخواهیم کرد. ولی وقتی که کنستیتوسیا کمک نمیکند، قانون حمایت نمیکند، اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب مخالف را جز این ملت و وطن بعضی ها حساب نمیکنند، باقی میماند تنها همون سازشنامه صلح، سند همدیگر بخشی و یاد از اون روزها که با تکیه با آن یک بار دیگر به این دوستان خاطررسان کنیم که برادران عزیز، مادران محترم، این مردم هم مردم تاجیکستانند، در همین جا تولد شدند، به وایه رسیدند و میخواهند که در آینده باز نسل‌های بعدیشون در این کشور آزادانه زندگی کنند. از این بیشتر دیگر چیزی را نمیخواهند. کار به حدی رسیده است که تمام حزب و حرکت‌های دنیا مقام و منصب و وزارت و پارلمان میخواهند. حزب‌های سیاسی اپوزیسیونی تاجیکستان فقط میخواهند که اجازت بدهید که جلسه‌مون رو برگزار کنیم. یعنی دیگر ما از این بیشتر چیزی زیاد نمیخواهیم. حالا که یک حزب سیاسی باید دعوای از این بیشتر داشته باشد، مقام پرزیدنتی را داشته باشد، سروزیری داشته باشد، پارلمان را داشته باشد. ولی حالا آرزوی حزب‌های سیاسی همین است که به ما اجازت بدهید که جلسه‌مون رو برگزار کنیم در خانه خودمان، در منزل خودمان. به ما دیگر منزل ندهید، تالار ندهید. خب وقتی که وضعیت به این حد میرسد، به گفت دوستی عزیزمون از حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، بعضی برادران دیگر خواسته یا نخواسته کمتر میلش بند در این جلسه ها، ولی اینم به خاطر همون وحدت است، به خاطر همین صلح است. باید همه فرصت ها استفاده شدن تا اینکه این پیام ها رسانیده شوند. و شاید برادران و خواهران نهضتی یک کمبودی ما هم در همین است. باید اعتراف کنیم که ما سطح طلبات خودمون رو بسیار پایین بردیم و امروز هر چقدر که پایین تر رفتیم، بعضی دوستان باز هم فشار رو بیشتر کردن و امروز دیگر فقط مونده است درخواست کنیم که در همین تالار خودمون اجازت جلسه رو بدهید به ما. وقتی آن رسیده است که اکنون همچون یک حزب سیاسی قوی، صاحب حق، در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، در اساس سازشنامه، در اساس فرهنگی سیاسی معروف در جهان رفتار کنیم و اون حق حلال حزبای سیاسی را از دیگران طلب کنیم. حق چی است؟ آشکار بگیم، چرا نه؟ که این حزب میتواند مسئولیت کشور رو به دست بگیرد. اگر نتوانستید درست رفتار کرده، نهضت اسلامی تاجیکستان آماده است که مسئولیت کشور رو به دوش بگیرد. رحمتی استاد در یک پیامشون
بسیار خوب گفته بودن. من این جمله رو تکرار میکنم، با همین ختم خواهم کرد. این جمله واقعا جمله راهبردی است. این جمله هست که باید برای یک حزب سیاسی، چی نهضت است، چی کمونیست، چی خلق دموکراتی، باید دستور عمل باشد. اگر این جمله رو رهبری ما نمیگفت، دیگر رهبران میگفتن، شاید با لوح زرین در جای می نوشتیمش، ولی چون کمبودیش همین است که رهبری نهضت گفته است. گفته بود که اگر حکومت جمهوری تاجیکستان توانست دولت رو اداره کرده، پیش برده، ملت رو به یک ملت پیشرفته و سربلند و آزاد تبدیل داده، وظیفه نهضت آن است که کمکش کند. اگر بینیم که مشکلی دارد، کمبودی دارد، قدرتش نرسیده ایستاده است، نیاز به کمک دارد و بعض اشتباه ها رو راه میدهد، تلاش کنیم که اصلاحشان کنیم، با نصیحت، با مشورت، با تنقید، با نشان دادن کمبودی ها. ولی اگر بینیم که نه این را میتوانند و نه آن را، نه دولت را خوب اداره کرده میتوانند، نه اقتصاد را، نه سیاست را، و نه کمبودی هاشان را میفهمند و اصلاح کردن میخواهند، وظیفه یک حزب سیاسی آن است که بگوید که برادر جا را خالی کن، یک کسی دیگر بیارد مسئولیت این دولت را بگیرد. این فرموله هست که برای هر حزب سیاسی در جهان معروف است. برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، برای حزب کمونیست، برای سوسیال دموکرات و برای حزب خلق دموکراتی هم. حزب خلق دموکراتی هم اگر در همین معادله باشد، اعتراف داشته باشد، یک حزب قانونی است، کنستیتوشنی است، باید رفتار کند و ما هم خیلی قبول داریم. بار دیگر همتون را تبریک میگویم به امروز و خداوند ملت و کشور ما را همیشه در سایه پرچم صلح و وحدت نگهبان باشد. رهبران کشور را، مسئولین کشور را و از آن جمله ما و شما را هم همیشه با سلامتی و با تن صحت و ایمان خداوند همیشه حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از استاد محترم برای صحبت پرمحتوایش تشکر میگویم. پیش از این که سخن دعا از مولوی عبدالحی اسکندر دعوت نمایم تا دعای اخیر را بکند، بار دیگر از همه شما به خاطر تشریف آوریتان تشکر میگویم و از درگاه خداوند دعا میکنم که برای شما زندگی آرام، تنی صحت بدهد و همیشه تاجیکستان آرام و تنج باشد و سلامت باشین، خوش باشین. دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران محترم و محترمه، پیش از این که دعا کنم یک تشکر از همه ریاست حزب و خصوصا از استاد محمدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکر میگویم که در حقیقت نه اینکه به زبان بلکه در عمل صلح نشان دادن، در کلا و در خجند. نشان دادن که ما در گفتار ما عمل داریم. مسلمان باید همین خیل باشد. برادران محترم، پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم در طائف که رفتن پایهاش خونالود کردن. پیغمبر اگر دعا میکرد خداوند دنیا را چپه میکرد، لیکن صبر پیشه گرفته، آینده را فکر کرده، تحمل کرده، عاقبت ظفر یافته، راه اسلام را به تمام دنیا نشان داد. پیغمبر صلی الله علیه و او از کدام نعمت بود؟ او را از نعمتی صبر و ثبات در همو مثلا که رفتارش و فرمان خدا. این چین رئیس حزب ما هم انشاءالله نشان داد که در این راهی که خدا برای او عطا کرده است صبر داشته است و ثبات داشته است. آینده هم دعا میکنم که خداوند رئیس ما را دائم همین صبر بتیه. برادران محترم، یک چیز گفتنیم پس دعا میکنم. ما ملاها حزبی ها چی وظیفه داریم؟ ملا وارث پیغمبره. مثلا چی خیل بگم، یک عامی با نماز نافله، با روزه نافله، با کارهای نافلهش با خدا قریب می شود. ملا با امر معروف مردم به راه راست هدایت کردن در خدا قدر داره.
ما مثلا همین مسئول تاجیکستان ما ملاها، یعنی حزبی ها که راه اسلامی داریم خاص برای راه اسلامیت، دیگه یگان مقصد دیگه نداریم. ما باید چیکار کنیم؟ هر مشکلات به خودمون بگیریم تا اینکه در خدا قدر پیدا کنیم. چقدر قدر پیدا می‌کنیم؟ در قیامت ما را نمیپرسه ای مولا تو چند نافله خوندی و چند روزه نافله گرفتی. ما را میپرسن که به سبب گفتار و هدایت و رفتار تو چند کس بهشت آمد. ما باید کوشش کنیم که از تاجیکستانی یگان کس نگذاریم به اذن خدا نگذاریم که او دوزخ برود. ما کوشش کنیم که همه تاجیکستانی سرجم بهشت بریم. انا بعد او شخصانی که در این دنیا مثلا ضد اسلام کار کردن و ضد نهضت کار کردن، او پشیمانی از تمام مشکلاتی که به سر او ما بیاریم، او مشکلات او غم و اندوه برای او وزمین تر است. باید انه خیلی انسان باشیم، یگان غرض یگان ساعت در دلمون نگیریم، فقط همه را کوشش کنیم که خواه مرد باشیم خواه زن باشیم کدیمه که کوشش کنیم که یک کس از راه باطل گردونده برای هدایت یک کار کنیم که بهشت بروه. انا در خدا ما و شما قدر پیدا مینیم. استودع الله دیننا و امانتنا و خواتم عاقبتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار جامعه تاجیکستان ما را همشه خواه حزبی خواه غیر حزبی خداوند برای راست هدایت کنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین.